سال جاری در میقات ولایت شودگار 205,016 گیتار زمین به نقشه کاری گرفته شده. خواجگداران عزم دارند که این سمت کارو هرچی تیزتر و با صفت بلند به اتمام رسانند. طبق معلومات فوری سرریاست کشاورزی تا به امروز در میقات ناحیه‌های پختکار 41,271 گیتار زمین از شودگار برآورده شده. در مجموع در این منطقه‌های پختکار شودگار 111,275 گیتار زمین به نقشه گرفته شده است. از این نقطه نظر هم خواجگداران را ضرور است که با استفاده از هوای مساعد به روند شودگار زمین وسعت بخشند. چنانچه کشاورزان جماعت‌های دهات شهری کانیبادام که امسال شودگار 8,251 گیتار زمین را به نقشه گرفتند، عزم دارند که با استفاده از همه ذخیره و امکانات‌های موجوده این سمت کارو هرچی تیزتر به اتمام رسانند. در موزینه ما 724 گیتار زمین موجود می باشد که از آن 460 گیتار زمینی کارا می باشد. ما تا امروز یعنی زیاده از 160 گیتار زمین را شودگار نمودیم که این 35% زمین های کارام که 460 است تشکیل می دهد. این شودگاری با صفت تیرماهی اساسی حاصلی بلند می باشد. من حاضر چین کرده دیدیم زیاده از 45 سانتی متر شودگار کرده ایستادیم. البته شودگاری چخوری با صفت این کفالتی حاصلی بلندی پخته می باشد. طبق دستور و سپارش رئیس ولایت رجب احمدزاده آید به وسعت شودگار زمین‌های کشاونده، مسئولین و متخصصان کشاورزی شهری کانیبادام شودگار شبانه زمین را نیز با به میان آوردن شرایط مساعد مهنت و استراحت برای مکانیزاتوران به راه ماندند که این اصول کاربری در دیگر شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی نیز راه اندازی شده ایستاده است. این امکان می‌دهد که محصولناکی تراکتورهای شودگار کننده بیشتر و این سمت کار هرچی تیزتر به آخر رسانیده شود. حاضر در صحرا 4 عدد تکنیک کار کرده ایستاده است، یعنی یک عدد تراکتور تمغه T150، 2 عدد MTZ 82 و یک عدد تسمه‌چرخ کار کرده ایستاده است. ما از باد و هوای مساعد استفاده برده کوشش به خرج داده ایستادیم که تا سال نو تمامی زمین‌ها را شودگار نماییم. بارشات‌های روزهای آخر که پای در پای بود کمتر زمین‌ها نمیش بلند شده برای شودگار کمتر خلل رسان و حالا من چخیلی که دیده ایستادیم زمین‌ها آماده شودگار است و ما 2 بس کار را تشکیل نموده شب و روز شودگار کرده ایستادیم. شودگاری شبانه از ساعت 8 بهگاه آغاز می‌گردد تا ساعت 4 سحر و مکانیزاتوران از 4 سحر تا 9 سحر دم میگیرند و از نو با کار تشکیل کرده می شود. سببی تشکیل نمودن کاری شبانه این از باد و هوای مساعد استفاده برده تیزتر همین شودگار را تمام کردن است. طبق سپارش رئیس ولایت رجب احمدزاده، مسئولین ساختار کشاورزی وظیفه‌دار کرده شدند که روند شودگار و شرشویی و یخامانی زمین‌های کشاورزی و باغ و تاکزار را تحت نظارت قطعی گرفته در این سمت متشکلی کار را به میان آورند. از این لحاظ برای فراوان حاصلی زراعتی که شده در سال آینده اجرای این عامل‌های اگروتکنیکی مهم ارزیابی می‌گردد.